ولقد آتینا موسی الکتاب، دا ما قبل الله تبارک و تعالی در اونجا بیان کرد که مردما دستورات الله را تبعیض کردن. نه دیگه تبعیض هم کردن، در بین پیغمبران تبعیض قائل شدن. الله رحم بکنه. آیاتای قرآن که آدم میخونه لرزه در وجود آدم میاد. چرا؟ پیغمبر یک الله روان کرده و یک مضمون عقیدوی را بیان میکنه، هیچ تفاوتی نداره. لیکن میگن ما یکیش قبول داریم دیگهش قبول نداریم. یا در بین پیغمبران تبعیض قائل شدن، پیغمبران را معلمین یک مکتب ندانستن، فرستاده یک الله ندانستن، یکی را گفتن قبول دیگهش ناقبول. آیت تشریح میکنم، باز مذاهب براتون حقیقت معلوم میشه که مذاهب چطور است. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ما داده بودیم به موسی علیه السلام الکتاب، کتاب و قفینا پی در پی روان کرده بودیم من بعدی پس از موسی علیه السلام بالرسول بانبیا علیهم السلام، با پیغمبران. اینجا مراد از رسول مردمایی بودن که دعوت میدادن، مامور به دعوت بودن. چرا؟ کتاب تورات موجود بود، قانون الله، این مردما موظف بودن که نمی احکام تورات به مردم برسانه، خصوصا در بخش عقیده کار بکنه. و آتینا عیسی ابن مریم اشاره میکنه انبیای دیگه تابع کتاب تورات بود، لیکن حالی شریعت جدید الله روان کرد، دادیم به عیسی علیه السلام بچه مریم البینات معجزات، دلایل یکتا پرستی الله را، دلایل عقلی و وحیی را. و ایدناه، ما تایید کرده بودیم از عیسی علیه السلام به روح القدس، با او روحی که خیلی پاک است، جبرئیل امین. تاییدش جبرئیل امین هم کرده بود. مردم چی کردن؟ افکلما، آیا همینطور نبود که هرگاه که می آمد جاکم آمد براتان رسول پیغمبر بما، به او قوانین، به او شریعت، لا تهوا انفسکم، نمیخواست، خوش نداشت نفسای شما دین گریز بوده، میگفت دموکراسی باشه، هر طرف چنگ پرتیم، هر طرف برویم، بخوریم بنوشیم. همین تو نبود؟ استکبرتم، خدا کلان تراشید، گفتیم ما این محدودیت ها را نمیپذیریم. ففریقا کذبتم، یک جماعت شما تکذیب کرده، نسبت های دروغ کرده، نام شوابی مانده، صابی مانده، شاعر و مجنون. و فریقا تقتلون، دیگر جماعت که دستتان بر شد او را قتل کرده. همین مردم نبوده؟ چه درس عظیم است، چه درس عظیم است برای مؤمنا چی باید بکنه؟ انبیاء علیهم السلام یا رهبرانی واقعی که از جانب الله برای تبلیغ دین میآید، همیشه در راه مخالفت قطعشان واقع شده. مردم قطعش موافق شده یا مخالف؟ چرا مخالف هستند؟ مطابق میل از یا قانون ناورده، یا میگه که مطابق میل ما باید باشه، ما میپذیریم. امروز هم در مسجد هایتان امو ملا پذیرفته میشه که مطابق میل مردم ملا صاحب دیل اسقاط بشینه، امی پیسه رسوایی و بیعزتی را بگیره، در ختمه قطش روان شوه، هر بدعت قطش انجام بده، هر ناروا را که مردم رواج کرده ای باید انجام داده شوه. اگر اونجا توی بچه هست ساز و سرود آوردیم، ملا صاحب تو قطمه حتما بری، باز چی برش میگه؟ ملا صاحب ما شما که هستیم یک غرفه که علایده داره، در اونجا می قرآن واقعیت ها را بیان میکنه. و بلی علما مسئولیت خدا بدانه. و علم پیغمبر که آمده در روز اول قطع مردم در اختلاف واقع شده. چرا؟ پیغمبر نظام الله را معرفی میکنه، مردم نظام خدا، نظام الله و نظام مخلوق الله با هم تضاد داره. دموکراسی و اسلام با خود چی داره؟ تضاد داره. دموکراسی خواستای مردم است، چیزی که نفس مردم میخواه، یک روز زنا میخواه، یک روز لواطت، یک روز شراب میخواه، یک روز کباب، میگه کلش رواست. چرا؟ خواسته مردم است. او الله میگه نه، من نظام دارم، حدود دارم، این کلش برای ضرر شماست، از طرف ما حرام است، نکنی ایرا. ملا صاحب کدام ملا را میگیره؟ موحدین، کسایی که واقعا موحد است، یک روزم در مسجد تیر نمیتون. یک تعداد مردم مرا در یک مسجد برد، یارا گیر کردم، گیر خو میفهمی. ما گفتم شرطای تا نبانی؟ گفت ما شرط نداریم، فقط نمازی خوب اولادی ما درس بخوانه. ما گفتم ضمانت میدم ان شاء الله در درسا. خو شرطای مرم بپذیره. اول شرط میشته که ما قطع شما هماهنگ و موافق هستم در او امری که مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه. گفتم این تقاضای امام است.
نمیفهمیدن خوب. من خیلی خوب من گفتم یک شرط. دوم شرط درس قرآن و حدیث ما باید روان باشه، کسی مخالفت نمیتونه. گفت از الله ما میخوایم. ما گفتم بسیار خوب، تالی را نفهمیده. سوم ما گفتم ما خود مسجد درس شروع میکنم، از هر طرف شاگرد میاد. شما دیگه تبلیغات نکنی که ما مسجد ما خرد است و که اینجا زن است و که اینجا کوچه است. بانه ها برام نمیتونه که اینجا درس شروع نکو. چرا؟ ما که امامتون به تدریس نمیباشه. اینقدر خوشوقت پذیرفتن. او چرا پذیرفتن؟ در یک ختم مرا خبر کرده بودن در تبلیغ، در ختم تراویحشان. خوب باز رفتم گپاره که گفته بودم، اما مولوی صاحب سابقیشان که وقتی مریض شد باز همین مردم گفته بود که همین مولوی صاحب پیدا که برای ما. وقتی که رفتیم خطیرش سفیدا که دعا بعد از سنت نکردم، به هیئت اجتماعی آمدن. گفت مولوی صاحب تو دعا نکردی؟ من گفتم قطع ما شرط مانده. چی شرط مانده؟ من گفتم خلاف سنت رسول الله ما عمل نمیکنم. صحیح است؟ گفتی سنت نیست، قدر مولا نیست. من گفتم فقط شما پرزه پیدا کنی، سنتیتش ثابت کنی، در جای یک دعا 3 دعا قطعتان میکنم. بیچارا که میگشتن در ملاها میرفتن هیچ چیز پیدا نمیتونستن. در ختم که شریک نشدین گفت تو اینه در ختم نمیری. من گفتم ما قطعا شرط ماندیم که هر کار مخالف سنت رسول الله بود صلی الله علیه وسلم، حالی نارواست، حالی قرآن ناراست. من گفتم دلیل برای ما پیدا کنی، این گپا را قطعا نزنی، از ملا سند برای ما بیاری. وقتی که دلیل اسقاط همینطور گپ شد، خلاص دیگه مردم او ترجمه شروع شد، بمبارد بود. حدیث شروع شد، گپا خیلی تیره شد. گپ اینمی قسم عالم که در کدام جای نکو امامت، چی ضرورت برات است؟ خدا نعوذ بالله توهین نکو، برو در بازار دست فروشی بکو، نفقه تا پیدا کو، یک روز در منبر برای همینطور تقریر بکو که پرسان نکو. نازیج کس نترس. بان که مردم ما خو ملاها خودی ما در دستمال گلیسیب یک 2 جوره کالا را بسته کردیم که ارد مسجد ها میگردیم، ملا کار نداری. او مردکب بان که مردم بیاید تو را به عذرا مامای تواسطه کنه، بابای تواسطه کنه، کاکای تواسطه کنه، پدری تواسطه کنه، باز تو قیدات بمون. ای اول، ای دوم، ای سوم، ای چهارم، ای دهم. اونجا باز پاچایی واره. همینطور روزی که امیتنا خلل پیدا شد من نیستم. چرا که خواه میفهمه که ضرورت به امامت نداره. منظوری ترجمه هم میسته که ما آشنا شیم با تمام کوایفی که ما از کدام ناحیه ضربه خوردیم. 2 عالم در اون نکاح نروه که در اونجا ساز و سرود است. اگر در دیگه نکاح ساز و سرود دیدی ما دستی خدا قطع میکن. 2 عالم در اون جنازه شریک نشوه که بدعت میشه. اگر دیگه مرده را تو با خلاف سنت دیدی ما دستی خدا قطع میکن. یاد داشته باشه. خب ماستیم که علم توهین کردیم، دین توهین کردیم، خود میگردیم، خود محتاج مردم کردیم. با چند روپه میده، خودی از یاد دفتر به دفتر میگرده، معلمی نمیکنه. چرا؟ معاش دائمی هم است، خدمت برای اولاد وطن هم است. میگه معاشش کم از 7000. خب ملا صاحب که میگیره چند معاش میگیره خبر داری؟ نه. ملا صاحب از اجوقاف هم داری، خب 1-2-3 هزار. ما هم انشاءالله زیاد خونه 1-2-3 هزار برای جور میکنیم. بازو میگه والا این بسیار کم است. صدقه فطر میشه ملا صاحب، ختم نست، اینجا مرده میشه، اسقاطا میشه، قربانی میشه، باز ازی داده براتان میدیم. خب عجیب است. تو خود گرفتی همین کل چیزا را حق مولا جور کردی، حق الله را چی دادی؟ صدقه فطرت شد، پست قربانیت شد، این خود حق مولا شمار کردی تو. چه رقم؟ الله تبارک و تعالی رحم بکنه. قرآن میگه پیغمبر که آمده وقتی شریعتی آورده که مخالف میل مردم است مخالفت کرده. چرا؟ و مخالفت کرده. قرآن برای ما میگه چرا پیغمبر دینی را میاره که الله گفته دو تغییرات نمیاد، دو ترمیمات نمیاد. اونجا خواسته احمد و محمود در نظر گرفته نشده. او قانونی کیسته؟ الله متعال است. این قانون دموکراسی لعنتی نیسته که هر کس بخیزه که مردم قوم ما زیاد است اینی کارا میخواه، از او خاطر تغییر بده. چرا؟ قانونه. این قانون الله است. در روزی که محمد رسول الله تبلیغ میکرد همین قانون بود، عالی همین قانون است. داخل نزدیکی روز قیامت هم همین قانون است. تغییر میخوره؟ نمیخوره. از همون خاطری امتیاز دین اسلام است. دیگه قانونا امروز قانون سبا باز چیسته؟
در پشت انواری انداخته شده، در جایش دیگه قانون آمده. کدام؟ عزت برات میده. یک موضوع. دوم، قائل شدن به تبعیض پیغمبران. یکی را پذیرفتن، دیگه‌شا قتل کردن، دیگه‌شا تکذیب کردن. نعوذ بالله نعوذ بالله. ولی پیغمبر از طرف کی آمده؟ از طرف الله. تاییدش توسط چی شده؟ معجزه. از خود نظام داره یا الله برش فرمان داده؟ الله بر. اگر به موسی علیه السلام فرمان داده، خیر به عیسی علیه السلام هم الله فرمان داده. چطور فرمانی که موسی علیه السلام آورده میپذیری که عیسی علیه السلام آورده نمیپذیری؟ عجیب نیست؟ پشت سر میآید که یا میگه اگر یه وحی را جبرئیل می آورد ما میپذیرفتیم، چی میکائیل می آورد میپذیرفتیم، خود جبرئیل آورده. تو مذهبی را ما میگم که ما کم استی در مذهب احمد ابن حنبل میگی که هر مسئله در مذهب احمد ابن حنبل باشه میپذیرم. خو امام شافعی رحمت الله علیه اگر در مسئله خود 100 دانه حدیث پیغمبرم بیاره بگوی نمیپذیرم. درست است؟ درست است؟ خیر تو از احمد ابن حنبل چرا پذیرفتی؟ با کدام دلیل؟ بچه کاکایت است، مامایت است، خالیت است، عمیت است، چی است؟ با کدام دلیل پذیرفتی؟ دلیلش بگو. کدام دلیل شخصی داری که پیغمبر گفته باشه که از احمد ابن حنبل پیروی کنه؟ باز من قطعا راستم، لیکن هیچ دلیلی وجود نداره. نه بچه کاکایت است. چرا میپذیری؟ با جز از این جواب دیگه جواب نداری. به خاطر میپذیرم که گپی از این موافق حدیثی کیست؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حالی اگر امام شافعی رحمت الله علیه گپ موافق حدیث پیغمبر آورد، او را بپذیرم یا نپذیرم؟ معیار برای پذیرفتن خود موافقت حدیث پیغمبر بود. او هم همی گپ موافق حدیث پیغمبر است، بپذیریم نپذیریم؟ خیر علما را سوال کنید چرا نمیپذیرن؟ تو ترک رفع الیدین چرا میپذیری؟ به خاطر که صاحب ده حدیث آمده، پیغمبر کرده. رفع الیدین ده حدیث نآمده، پیغمبر نکرده. تو دست زیر ناف میگیری چرا میپذیری؟ به خاطر که ده حدیث است ولو که ضعیف است. خیر دست در سینه چرا نمیپذیری؟ تو آمین خفیه میپذیری، خیر آمین بالجهر چرا نمیپذیری؟ حالی تبعیض در دین وجود داره، در طریق پیغمبر وجود داره. بگوی شما بگوی. نه برادرم، معیار تابعداری پیغمبر است. خب بله، تابعداری پیغمبر کی برای ما تشریح کرده؟ کی لقمه ساخته؟ هر عالم که برای ما تشریح کرده لقمه ساخته قابل قدر و چیز احترام است و تو عزت مندی از او را باید در نظر داشته باش. چرا اون خدمت دینی کی را کرده؟ الله را. و سنت کی را کرده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده. بس به این حیثیت تو تعظیم میکنی. خو لیکن تو نمیگی که هر خوشگوتر احمد ابن حنبل رحمت الله علیه را قبول دارم، خودتر امام شافعی رحمت الله علیه را هم قبول ندارم. عجیب نیست؟ قرآن چی واقعیت ها را بیان میکنه؟ این گپا برای ماست یعنی که بنی اسرائیل کو تیر شده. برای ما توست که این مردم به این مرضا مبتلا شده بود و این مرضا سبب خرابی، بدبختی و مبتلا به عذابشان شده بود. تو در این طور مرضا مبتلا نشو. چرا الله گفت ما پی در پی پیغمبران روان کردیم، شریعت جدیده عیسی علیه السلام روان کردیم که تاییدش توسط معجزه شده بود و توسط جبرئیل امین. لیکن قوم چی کردن؟ مردم چی کردن؟ که هر پیغمبر می آمد که مخالف هوا و هوسشان قانون می آورد، می گفتن نه 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 ما نمیپذیریم. امروز علمای جدیدی که قرآن ترجمه میکنه، حقایق برملا میکنه، موافق میل مردم است یا مخالفش است؟ از همون خاطر یا تکذیب میکنه یا قتل کردن. یا نه قتل کردن. تکذیب خود خیلی زیاد است. تکذیب خود از سر منبر داود اشنام وجود داره یا نه؟ لقب یهودی و نصرانی برش میمانه یا نمیمانه؟ در ترجمه قرآن ما مردم میگه یهودیت و نصرانیت تعلیم میشه. ببینه ترجمه قرآن چی میگه؟ تعلیم یهودیت و نصرانیت میشه. اینی حالات است. اینی مرض بنی اسرائیل بود الله برای ما بیان کرد. و قالوا قلوبنا غلف. دیگه خباست از یارا ببینه. الله اکبر. آیاتا را که میخوانه یکه یکه. قرآن قدیم است. اینطور تاریخ نیست که مصداق آیاتا موجود نباشه. آیاتا که میخوانی مصداقش موجود است. و قالوا قلوبنا غلف. گفتن قلبای ما در پرده است، هیچ گپای شما را نمیشنوه، نمیپذیره. قلب ما است، گپای شما بسیار ناشنا است. چرا ما سالا به قبر آواز دادیم ای سخی صاحب مشکلی مرا حل کو، ای سخی جان، او تو مرا میگی سخی جان چیز نمیتونه، میگی به الله آواز بده، نمیشنوه. در پرده است. امروز همی گپ است یا نیست؟ بگوی یک مانای غلف.
غلفی مانا قلبای ما در پرده قرار داره، گپای شما به هیچ وجه بری از اون نمیرسن، ناشناس نمیپذیرشه. شما گپایی را میزنه که بالکل عجیب است، پدری ما بابای ما دینمی تو راه رفته، آلیوا خیر مشترک رفته، ما چی کنم که هر رقم رفته؟ ما خو مسئولیت خود بیان میکنم، الله سرشان رحم بکنه. اگر عالم همو دستور داده، الله بلا در گردن کی؟ مولا. یک مانا. دوم چی میگه؟ یهود دیگه نعوذ بالله ادعای باطل و بی اساس، و قالو گفتن قلوبنا دلای ما غلفن ظرفای پر مملو از علم است، ضرورت به گپای شما نداره. امروز براتان میگه یا نه؟ چی میگه؟ ما چیزی که از پدر و مادر یافتیم، امو دینی بابا و اجدادی تا نه اعلان نکنی. چی میگه؟ ما خونه مسلمان نشدیم که تو ما را مسلمان میکنی، ما داریم دین، برو کار نداریم تا. الله چی میگه؟ بل لعنهم الله، بلکه الله یارا لعنت کرده، از رحمت خود دور کرده. کسی که از قرآن دور شه از رحمت الله دور میشه یا نه؟ از رحمت خصوصی الله دور میشه. این مردم در مرکز ترجمه نمیان، ترجمه را نمیشنوه. چرا؟ به خاطری که میگم ما بالکل پوره هستیم، ضرورت نداریم. احساس میکنه که ما به قرآن ضرورت داریم؟ میگه کدام طریقی که پیر صاحب بر ما داده بالکل کفایت میکنه. این ضمانت جنتی ما را کرده. همو شاگرده که براتان قصه کردم، همو جناب پیر صاحب برش گفته بود خو تو در ترجمه متوکل رفتی، در دل خود در روز قیامت تو را نمیگیرم. ببینه وقت بری خود دل جور کرده اونجا نمیگیره تا یاد فکر احتیاط کنی که باز در دل نمیگیره، در بدر خاک بسر میشه. بل لعنهم الله، بلکه دور کده یار الله تبارک و تعالی از رحمت خود. چرا؟ بکفرهم، به انکار از یا که از حق منکر هستند نمیپذیرند. فقلیلا ما یؤمنون. چند ترجمه است؟ فقلیلا ما، خیلی کم از احکام یؤمنون یا عقیده داره، بسیاری احکام عقیده ندارن. یک کم مؤمن هستند، بعضی گپایی که موافق میلشان است. یک ترجمه فقلیلا ما، خیلی کم از افراد یؤمنون ایمان میاره، بسیاری مردم ایمان نمیاره. شما کم هستی یا زیاد؟ کم هستی. دو فقلیلا ما یؤمنون، این مردمایی هستند که بسیار کم زمانه ایمان داره. وقتی که تو پیش رویش باشی یک قدر خوب نماز میخونه که وقتی تو نباشی قصه نماز نیست. دیگهش فقلیلا ما یؤمنون، پس خیلی کم ما یؤمنون، همی کم ایمان هم نمیاره. اینجا ما باز نافیه میشه، خیلی کم هم ایمان نمیاره، با مکم هم عقیده نمیکنه. اینطور نعوذ بالله در کفر خود غرق هستند. ولما جاءهم کتاب من عند الله، هرگاه که آمد برشان کتاب از جانب الله تبارک و تعالی. چطور کتاب؟ مصدق لما معهم، که تصدیق کننده بود، تایید کننده بود، لما برای اون مضامین عقیدوی معهم که امرای از وا بود. چرا؟ کتابای الله در بخش عقیده کلشان یکسان است. بله در نحوه طرز عمل فرقا وجود داره، یک تاریخ یک قسم عمل، دیگه تاریخ دیگه قسم عمل. یک ترجمه. دوم مصدق، موافق است لما، به او صفتایی که معهم امرای از وا در کتابایشان ذکر شده. این کتاب هم موافق هم صفت آمده، مخالف هم نامده. اون نشانه ها را مکمل هم میشناسه. و کان من قبل، دیگه بگو بودن پیش ازی، یستفتحون علی الذین، طلب خبر میکردن، میگفتن از مردم سوال میکردن، علی الذین، عن الذین، از اون مردم ها کفرو که کافر هستن، که آیا اینمی رقم پیغمبر در بینتان پیدا شده یا نشده. خودشان سوال میکرد از کفار که اینی طور نشانه پیغمبر میایه، باز ما قطعش یک جای میشیم، باز در مقابل شما میزنیم، ما کامیاب میشیم، شما باز مغلوب میشه، تو باشو پیغمبر بیایه. باز امو خبری پیدا شدن پیغمبر هم از امی کفار طلب میکرد. یک ترجمه. دوم ترجمه، این ترجمه درست است. و کان من قبل، بودن پیش ازی، یستفتحون علی الذین، خبر میدادن به او کسانی که کفر و کافر هستند. چی خبر میدادن؟ میگفتن که تو یک پیغمبر در بینتان پیدا میشه، در بین شما، لیکن اول نمونه تابعدار شما میشیم، باز جهاد علیه شما شروع میکنیم، باز ما نصرت پیدا میکنیم بالای شما. فلما جاءهم، هرگاه که آمد برشان، ما امو پیغمبری که عرفو
امو چیزی که عرفو میشناختن خب صحیح که امو پیغمبر است، امو صفتا داره، چی کردن؟ کفرو انکار کردن بی با پیغمبر. الله چی میگه؟ فلعنت الله علی الکافرین، لعنت الله برای کسانی که حق و واقعیت میشناسه بازم انکار میکنه. بازم چی میکنه؟ انکار میکنه، نمیپذیره. گپ ده کجاست؟ الله میفرماید یکی از خباثت هایشان است که قاعده خویسته این مردم خو اول تبعیض کردن، یک کتاب یک پیغمبر پذیرفتن، دیگر نپذیرفتن. نه، همو کتاب خودم نپذیرفتن. چرا؟ در کتاب خود نشان آمدن پیغمبر وعده داده شده بود، خبر داده شده بود. صفتای پیغمبر در کتابشان یکه یکه نشانی به نشانی بیان شده بود و خودشان هم امی ادعا را داشتن. یک مشرکین هم گفتن که یک پیغمبر پیدا میشه، ما در رکاب از او جهاد میکنیم، زیر قمندش امت از او میگردیم، با سر شما زور میشیم. خودشان هم میگه پارا میزدن. خود زمانی که پیغمبر آمد گفت باید پیغمبر در بین ما باشه. در بین کی باشه؟ از قوم ما باشه. دیدن که پیغمبر در قوم دیگه آمد، آل دیگه نمیپذیره. آل دیگه چی نمیکنه؟ او برادر گپ حق است، در طایفه کی باشه بپذیر. نه آل دیگه نمیپذیره. در اینجا خودشان یا از کفار سوال میکرد که در بینتان اینطور پیغمبر پیدا شده یا نه، یا خودشان خبر میداد که در بینتان اینطور پیغمبر پیدا میشه. خود زمانی که پیغمبر آمد باز دیگه نعوذ بالله یا انکار کردن، نپذیرفتن. در اینجا در بعضی تفسیرها در یستفتحون اینطور معنا را گرفته و کانوا من قبل بودن پیش ازی یستفتحون طلب فتح میکردن علی الذین کفروا در مقابل کسانی که کافر بودن. یعنی چی معنا؟ دعا میکردن میگفتن اللهم انصرنا، یا الله ما را نصرت بدی بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، با او پیغمبری که فرستاده میشه در آخر زمانه. الذی هم پیغمبر نجد نعته فی الکتاب یا فی التورات، که میابیم صفتایش در تورات. ما را نصرت بده. اینجا پیغمبر میگه وسیله میکرد که بالنبی المبعوث. در بعضی تفسیرهای معنا را گرفته، بالکل گرفته. دوم معنا را در بعضی تفسیرهای طور گرفته اللهم انا نسألك، یا الله ما سوال میکنیم از تو یا الله، بحق نبیک الذی وعدتنا، بحق او پیغمبری که تو امرای ما وعده کرده ای، ان تبعثه فی آخر الزمان، که تو را میفرستی در آخر زمانه. ما را چی بکو؟ ما به حق از او سوال میکنیم. مناظرت در مورد توسل که میکردیم اول دلیلشان امی بود. قرآن میگه این رقم دعا میکردن، جواب است. این تفسیرها نظر به تفسیری که ما کردیم این تفسیری ضعیف است. تفسیری که ما کردیم که بودن پیش از این خبر میدادن کافرها را که پیغمبر پیدا میشه، یا سوال میکردن از کافرها در مورد موجود شدن پیغمبر. این معنا درست معناست، این معنا ضعیف است. برو گرفته تفاسیر گرفته. اولیش در یک جایش انا نسألک بحق نبیک گفته، وقتی که کلمه حق آمد در او صورت دیگه توسل به ذوات نشد، توسل به حق پیغمبر شد. حق پیغمبر صفت است نه ذات است، ذات نیست. یکی حدیث دیگه که اونجا گفته بود اللهم انصرنا بالنبی المبعوث، بله اونجا ما را نصرت بده به واسطه پیغمبری که فرستاده میشه در آخر زمانه. اونجا توسل به ذوات است. لیکن امی مفسرین گرفته به خروج نبی، به آمدن پیغمبر، به ارسال نبی، به روان کردن پیغمبر، این معنا را داره. به جهاد نبی، به جهاد کردن پیغمبر. خوب، خیلی خوب، این دعا را کرده. برو این تقدیرات هم نباشه. این عملی کیست؟ شریعت من قبل ناست. در او زمان یهودایی گپ میگفتن، این گپشان قابل مدح است یا قابل ذم است؟ الله در میدان ذم را ذکر میکنه، در میدان مدح ذکر نمیکنه. که مردم خودشان اینطور دعا میکردن، لیکن وقتی پیغمبر آمد او را باز قبول نکردن. شریعت من قبلنا هرگاه که در مورد ذم قرار بگیرد دلیل برای ما شده نمیتونه. ما دلیل داریم. الله ما را فرمان داده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. در یک جای پیغمبر و در دعای قرآن
اینطور دعاها نامده که یا الله به حق فلانی و بچی به طفیل و برکت فلانی فلان کاری مر انجام بده. دیگه تو خو حنفیستی، ولی ده کتابای احناف مکمل کسی که به حق انبیا سوال میکنه مکروهی تحریمیسته. در کتابای حنفی توسل به حق انبیا منع قرار داده شده، میگه این نارواسته. فتاوای شامیم نوشته میکنه، نقل قول از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میکنه که لا یسألو الا به، سوال نمیشه مگر به الله. شارح یعنی ابن عابدین رحمت الله علیه نوشته میکنه لا یسألو الا بصفاته و اسمائه، سوال نمیشه از الله مگر به اسماء و صفات الله سوال میشه. این عقیده حنفیت است. اگر تو حنفیستی، اگر نه که حنفی نباشی دیگه برو به حق یک قبر سوال میکنی 100 قبر سوال کن. ببچ یک کسی قطمه بسیار جر بحث کرد، خب آدم نیک شناختیم بود، دوستم بود، زیاد جر بحث کردیم، آخرش گفتم چیسته بیادرم دلت، من خو میگم از الله سوال کو، با اسماء و صفات الله سوال کو، تو که میگی نه قبرها رو واسطه میکنم. من گفتم یک نه 1000 قبر واسطه کو. و من چی یک دفعه گفت عجیب گپ مرا زدی، ولی من قبر من خودت یک طرف پا فشاری داری، من خود والا نه خیر من بالکل صحیح نیستی، باز قناعت کرد.